به نام خداوند رحمان. درود دوستان خوبم، به کانال خودتون خوش اومدید. در این بخش قصد داریم به خلاصه ای از زندگی و سلطنت فتحعلی شاه قاجار بپردازیم. بیش از هر چیز از شما گرامیان بسیار سپاسگزارم که با سابسکرایب و لایک و کامنت هاتون ما رو در جهت پیشرفت کانال یاری میکنید. فتحعلی شاه قاجار دومین شاه قاجار بود که از سال 1797 تا 1834 میلادی حکومت کرد. مهمترین اتفاقی که در زمان حکومت فتحعلی شاه روی داد، وقوع دو جنگ میان ایران و روسیه که ارتش ایران در آن شکست خورد بود. نتیجه این جنگ‌ها امضای عهدنامه‌های ترکمنچای و گلستان بود که به موجب آن بخش‌های بزرگی از قلمروهای شمال غربی ایران از جمله کشورهای امروزی ارمنستان، گرجستان، داغستان، جمهوری آذربایجان و نخجوان که توسط آقا محمد خان به ایران الحاق شده بود، مجدداً از ایران جدا شده و به روسیه ملحق شدند. فتحعلی در محرم 1183 هجری قمری در محله‌ای به نام مولودخانه در دامغان که آن زمان پدرش حسین قلی خان قبانلو قاجار معروف به جهانسوز به دستور کریم خان زند فرماندار آن بود متولد شد. مادرش آسیه خانوم دختر محمد آقا عزالدینلو و از طایفه آشاق باش ایل قاجار بود. نامش را به افتخار جدش که فتحعلی خان نام داشت فتحعلی نهادند، اما تا زمان رسیدن به پادشاهی او را بابا خان خطاب می کردند. از آنجا که پدرش مظنون به شورش بود، فتحعلی را در 5 سالگی به عنوان گروگان به دربار کریم خان در شیراز فرستادند و مدتی را در کنار عموی بزرگش آقا محمد خان که او نیز تحت نظارت خان زند بود سپری کرد. فتحعلی چند سال بعد به دامغان بازگشت و در نوجوانی شاهد رقابت‌ها و نزاع‌های میان طوایف دلو ایل قاجار در استرآباد بود که در سال 1191 هجری قمری منجر به قتل پدرش به دست ترکمن‌های گوکلان شد. بعد از مرگ کریم خان زند در 1193 هجری قمری نبردی میان آقا محمد خان و برادرانش در گرفت و فتحعلی به عمویش آقا محمد خان پیوست. آقا محمد خان در جوانی اخته شده بود، اما در ساری با مادر فتحعلی ازدواج کرد و به همین سبب به قیم فتحعلی تبدیل شد. بعد از قتل آقا محمد خان در 2 محرم 1212 یعنی 12 روز بعد از حادثه قتل، فتحعلی شاه در شیراز توسط بابا یوسف شاطر از قتل آقا محمد خان خبردار شد. او وارث قانونی سلطنت بود و بدون از دست دادن زمان با 300 سوار در 19 محرم از شیراز خارج شده و راه تهران را در پیش گرفت. شاه جدید ابتدا با نام سلطان بابا خان در شیراز و سپس در تهران سکه زد، اما مدتی بعد به فتحعلی شاه تغییر نام داد. مراسم تاجگذاری را در روز عید فطر و 2 روز پیش از نوروز به سال 1798 میلادی برگزار کردند. شاه جدید صدارت ابراهیم خان اعتمادالدوله را تایید کرد و او به کار خود به عنوان صدر اعظم ایران ادامه داد. فتحعلی شاه برای تثبیت و افزایش قدرت سیاسی خود از شیوه فرزند آوری و گسترش نسل از طریق ازدواج‌های متعدد استفاده می‌کرد. او از همسران عقدی خود 57 پسر و 46 دختر داشت و در مجموع همراه با فرزندان صیغه‌ای نزدیک به 262 دختر و پسر از صلب فتحعلی شاه قدم به عرصه گیتی گذاشتند و 150 تن از آنها در زمان حیات پدر از دنیا رفتند. فتحعلی شاه نزدیک به 1000 زن عقدی و هزاران زن و کنیز و رقاصه داشت. وی مردی خوشگذران، لاابالی، بی‌لیاقت، خسیس و دهنبین و به شکل جنون آمیزی زندوست بود که در سایه حضور چنین موجود نالایق و ناتوانی در دوران حاکمیتش 17 ولایت قفقاز از ایران جدا شد. وی در مدت 37 سال سلطنتش 25 سال با امپراتوری روسیه در حال جنگ بود و 2 بار شکست خورد و 2 عهدنامه گلستان و ترکمانچای را امضا کرد و در مجموع این 2 عهدنامه 250,000 کیلومتر مربع از سرزمین ایران
جدا شد. فتحعلی شاه پس از فرستادن محمد میرزا به آذربایجان از تهران به عزم جنوب حرکت کرد تا شهرتی را که سال قبل متعاقب فوت ولیعهد دایر بر مرگ شاه منتشر شده بود از میان ببرد و هم بقایای مالیاتی فارس را که فرماندار از پرداخت آن عبا داشت وصول نماید. به این دو قصد با 30,000 سوار و پیاده از تهران به کاشان رفت و فرماندار در فین خدمت فتحعلی شاه رسید و به جای بدهی خود فقط 13,000 تومان تقدیم کرد و این مسئله مزاج شاه که علیل شده بود رو بیش از پیش دچار انحراف کرد و امر داد تا فرماندار را محبوس کنند و به مأموران و مستوفیان دستور داده بود که برای وصول بقایا به فارس بروند. 1-2 روز بعد از حرکت این جماعت از اصفهان، فتحعلی شاه در سن 62 سالگی پس از 37 سال سلطنت نالایق و زنباره در اصفهان درگذشت و جسد او را از آنجا به قم بردند و در حرم حضرت معصومه به خاک سپردند. مورخ جوزف آپتون میگوید که او در میان ایرانیان به 3 چیز مشهور است: ریش بسیار بلندش، کمر زنبور مانندش و فرزندآوری‌هایش. گاسپار دروویل که در سالهای 1812 و 1813 موفق به ملاقات فتحعلی شاه شده است، او را اینگونه توصیف می‌کند: فتحعلی شاه که روزی خوش قیافه ترین مرد کشور خود بود، اینک 50 ساله و دارای قدی بلند است، ولی تندرستی او بر اثر شیوه زندگی خاص او ضربت هولناکی خورده است. در این سن و سال پشتش خمیده و اندامش بیش از حد عادی لاغر است. به سختی به روی پای می‌ایستد. صدایش که سابقا نیرومند و زنگدار بود، اینک گرفته و لرزان است. فتحعلی شاه سوگلی‌های بیشماری دارد، ولی با توجه به حال و افکار او پزشکان مخصوص توصیه کردند که بیش از 3 روز یک بار زنان را به حضور نپذیرد. فتحعلی شاه ضمناً از مدتی پیش مومیا به کار می برد. مومیا ماده قیری مخصوصی است که از شکاف صخره‌ای در حوالی نیزار در نزدیکی شیراز فرو می چکد. این ماده داروی محرک و مقوی عجیبی است. محصول صخره مزبور برای مصرف شخص شاه اختصاص دارد. از این رو شکاف را بسته و نگهبانی آن را به مردان مطمئنی سپردند. هنگام جمع کردن مومیا، عده‌ای از مقامات دولتی حضور می‌یابند و مومیا را درون جعبه‌های نقره‌ای ریخته و پس از مهر موم کردن به حضور شاه می‌فرستند. فتحعلی شاه گاهی مقدار ناچیزی از این ماده قیری را به کسانی که التفات خاصی نسبت به دانان دارد می‌بخشد. دوستای گرامی، برای حمایت از ما کانال ما رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت یادتون نره. حتما توی کامنت ها نظرتون و پیشنهاداتون رو برای ما بنویسید. تا درودی دیگر، بدرود.